سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که با ایالات متحده آمریکا در ارتباط هستند و نشست‌های مستقیم دو جانبه را برگزار می‌کنند. او افزوده که درباره سفارت افغانستان در آمریکا نیز با آن کشور گفتگو کردند، به ویژه در بخش خدمات کنسولی، زیرا که ده‌ها هزار افغان در آمریکا زندگی می‌کنند و این حق بشری آنهاست که به خدمات کنسولی دسترسی داشته باشند. کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء تصمیم گرفته که 4000 جریب زمین در بندر ابونصر فرایی برای تخلیه بارگیری و ادارات مربوط اختصاص یابد. همچنان این کمیسیون طرح ساخت یک سردخانه و یک کارخانه تولید جوس در 35 جریب زمین در غزنی را نیز تایید کرد. مسئولین میگویند که با وزارت مالیه وظیفه سپرده شده تا پروژه توسعه این بندر را در بودجه سال مالی آینده از سهم وزارت‌های مربوطه در نظر بگیرد. سفارت افغانستان در پاکستان میگوید توافقنامه ترجیح میان وزارت‌های تجارت دو کشور امضا شد که بر اساس آن طرفه بر برخی اقلام تا 55% کاهش می‌یابد. بر بنیاد این توافقنامه طرفی صادرات انگور، انار، سیب و بانجان رومی از افغانستان به پاکستان و طرفی واردات ام، کینو، کیله و کچالو از پاکستان به افغانستان از حدود 60% به 27% کاهش خواهد یافت. در پی فروریزی یک معدن زغالسنگ در منطقه کرکرین ولایت 6 تن جان باخته و 80 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین میگویند که این رویداد به دلیل نشست ناگهانی صف نمبر 3 معدن زغالسنگ کرکر رخ داده و زخمیان به شفاخانه ولایتی بغلان منتقل شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در دیدار با وزیر امور داخلی ایران گفته که روند بازگشت مهاجرین افغان باید به صورت تدریجی انجام شود تا بالای حکومت افغانستان فشار وارد نشود. ایران از مدت به این سو روند اخراج مهاجرین افغان را آغاز کرده و در کمتر از یک ماه بیش از 5 میلیون مهاجر افغان به کشور بازگردانده شدند. مقام‌ها در جریان بازدید از تعمیر تاریخی مکتب امیر دوست محمد خان در کابل خواستار توجه به حفظ این ساختمان هنگام ساخت سرک شدند و کمیته مربوط به ښاروالي نیز از حفاظت آثار تاریخی اطمینان داد. پیش از این برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند که تعمیر تاریخی مکتب امیر دوست محمد خان در منطقه نوآباد شهر کابل در نقشه توسعه شهری و وسط جاده‌ها قرار گرفته است که باید جلو تخریب آن گرفته شود. فدراسیون سامبو و کورش افغانستان میگوید که اسماعیل کاکر ورزشکار افغان رشته کورش در رقابت‌های بین المللی این رشته رقیب خود را شکست داده مدال نقره را کسب کرده است. مسئولین میگویند این رقابت‌ها به تاریخ 22 جولای سال جاری میلادی به اشتراک ورزشکاران از 25 کشور در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد. و سرمنشی سازمان ملل متحد حمله بر غیر نظامیان در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه در غزه را وحشیانه و غیر انسانی خوانده و خواهان آتش بس فوری شده است. بر بنیاد گزارش‌ها 3 روز پیش ارتش اسرائیل فلسطینی‌هایی را که در شمال غرب نوار غزه منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند مورد هدف قرار داده بودند که در نتیجه آن 73 تن جان باخته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند.